شما روزه دارید؟ نه روزه دارید؟ نه روزه خور. برای چی روزه می‌دارید؟ برای سلامتی. روزه‌داری سلامتی نقض میشد. همه کسالی و ای بدن آدم نیست میشد. نپریمیر اگر معده درد کند روزه ژلوت همه کسال فایده دارد روزه. برای من می‌دارم. شما روزه دارید؟ نه. شما روزه دارید؟ برای چی روزه می‌دارید؟ برای که از خدا میترسیم یا امور خدای پرستش میکنیم خدا یکایگانه روزه میگیریم. خیلی برای کار پروردگار قرض کلمه باید بگیریم. برای چی روزه می‌دارید؟ من نمیدونم. شما روزه دارید؟ روزه دارید. برای چی روزه می‌دارید؟ برای دنیا. برای دنیا. روزه دارم. برای چی میشه تو این ماه شریف رمضان ده؟ همه هر کس نیتی خودش خیر روزه داری ده. شما روزه دارید؟ بله. برای چی روزه می‌دارید؟ برای خود. برای سلامتی. روزه دارید شما؟ نه. برای چی روزه نمی‌دارید؟ نمیشه. ما کاری خریدیم گرمی ده. برای گرمی نمیشه. روزه داریم. برای چی روزه می‌دارید؟ برای خودمون داریم. برای سلامتی. شما روزه دارید؟ لا. برای چی روزه می‌دارید؟ برای ماه شریف رمضان. برای سلامتی. فرد. برای چی روزه می‌دارید؟ برای این خواست خدا اونجا قرآن بنوشته که باید مسلمان یک ماه 11 ماه که دیگه هست یک ماه همه گناهاش میریزد. رمضان روزه گرفته که آدم باید از صبح صادق تا فروره آفتاب باید روزه گرفته هیچ یگان چیز دیگه استعمال نکند 5 وقت نماز خواندنش در کار. همین قرآن بنوشته که من همین یک ماهی همین روزه داشته که آدم همه گناهاش خدا میبخشد. شما روزه دارید؟ نه روزه دارم. برای چی روزه می‌دارید؟ هم تو سلامتی در نغزه. همه جام در میکنه برای جلد که همه جام در میکنه. از نغز خدا ما نغز وای کردستم. خس کردستم. نه بچه میگیم. سلام شما روزه دارید؟ روزه دارم. هم برای این مسلمان برای چی روزه میگیرم؟ برای این شریف روزه. سلام اکرم. شما روزه دارید؟ Of course. شما روزه دارید؟ برای چی روزه می‌دارید؟ شما روزه دارید؟ برای چی روزه می‌دارید؟ برای سلام شما روزه دارید؟ بله. برای چی روزه می‌دارید؟ روزه برای ما فرض است هم قرض است. ما باید بگیریم. برای هم گناه خدا. شما روزه دارید؟ نه. برای چی روزه می‌دارید؟ از پارک داشتیم روزه داشتیم شهر مینگرمی.